بفرمایید. اینجا جنگ رستم با افراسیاب. این جوانی که می‌بینی با شکم خوابیده و تو گاش پاره شده، این پسر رستمه. رستم از پسر خودش خبر نداشته که یک همچین جوانی داره. میدانسته که یک بچه پسری داره ولی نمیدونسته که این جوان میاد تو رزمش. اینها تورانیان این جوان رو برمی‌دارن میبرن. جوان خام است. نه در اونجا بهش میگن که با رستم باید بجنگی، با ایرانیان بجنگی. میاد اونجا و خلاصه درست معرفیش نمیکنن، رستم رو بهش نشون نمیدن و رستم با این درگیر میشه. هرچی بچه رو خون میکشه سمت خودش به رستم میگه، رستم هم خودش معرفی نمیکنه چون میگه خیلی جوانه. حالا من این داستانش رو برات میخونم. بفرمایید. وقتی که رستم میزنه توی بچه‌ش رو پاره میکنه، بچه‌ش میگه آخ اگر بفهمه پدر من که تو منو زدی کشتی، اگر به آسمون ها بری و کهکشون بری به اعماق دریا بری، پدرم تو رو گیر خواهد بود، انتقام من از تو خواهد گرفت. بعد میگه پدر تو کیست؟ میگه پدر من رستم. اینجا رستم چیکار میکنه؟ تمام روحاشو میکنه نه بیهوش. حالا این گفته از گفته سهرابه که مادرش بهش آموخته که پدر تو رستم هست و بعد به تو یک مهره‌ای داده که به بالای بازوشه. بله. نشون داده مادر مرا از پدر، ز مهرت برآمد روانم به سر. ندیدم من هیچ روی پدر، چه نامش بود رستم کنون گر تو در آب ماهی شوی و یا چون شب اندر سیاهی شوی، اگر چون ستاره شوی بر سپهر، ببری ز روی زمین پاک بخواهم پدر از تو من کینه من، ببینم چه کشته است با من، از اونا دارم و گردم کشم، کسی هم برد نزد رستم نشم. چه رستم شنید این سخن خیره گشت، جهان پیش چشمش سیه تیره گشت، بزد و بیهوش گشت، همه عالمی را فراموش گشت. بیامد ید نامداران به هوش، بپرسید از او با ناله و با خوش، چه داری تو از نزد رستم نشان، که نامم گفت از گردن کشان. سهراب در پاسخ پدرش بود، همین مادرم جانش از رفتن من بخست، یکی مهر بر بازوی من ببست، بگفتا بدارش ز من یادگار، بدارش ببین تا که آید به کار. ندانم روانم به دست پدر، پسر را بکشتی به پیران سر. آمجال دیگر حقدارتان